شکر و سپاس بر نام خداوند عیسی مسیح باد که باری دیگر فرصت عطا فرمود تا با برنامه حیات ابدی به مناظر شما عزیزان بیایم. دعا میکنیم که روح القدس دلهای شما را آماده سازد تا آنچه که از کلام خداوند میشنوید بر عمق دلتان بنشیند، باشد برای عده بیشماری از شما عزیزان لحظه نجاتتان در عیسی مسیح و برای کسانی که شاگرد عیسی مسیح هستید رشد در ایمانتان باشد. من هم سلام و درود دارم و امیدوارم که ساعتی از خداوند داشته باشیم که با هم در کارهای عظیم او تفکر کنیم و بدانیم که او حاضر و ناظر و قادر بر همه چیزه. امشب میخوایم عزیزان آیاتی از کلام خداوند رو با هم مطالعه بکنیم که ببینیم که واقعا چقدر باید سپاسگزار باشیم از این که عیسی مسیح ما رو لمس کرده. آمین. به طرق مختلف، هر کدوم از ما لازم نیست هممون شبیه هم، ولی میبینیم که کارهای عظیم اون چقدر پربرکت و پرجلاله. نگاه بکنیم به اول یوحنا فصل 1 آیات 7 تا 8. اما اگر در نور به سر میبریم همانطور که خدا در نور است، در آن صورت با یکدیگر اتحاد داریم و خون عیسی پسر او ما را از همه گناهانمان پاک میسازد. اگر بگوییم که بیگناه هستیم خود را فریب میدهیم و از حقیقت دور هستیم. خب اگر به این آیه دقت بکنیم، اول آیه میگه اگر در نور به سر میبریم. چرا؟ چون عیسی مسیح گفت من نور جهانم. خب پس وقتی ما به اون ایمان میاریم پس ما هم باید در نور زندگی کنیم. آمین. میگه همانطور که خدا در نور است در آن صورت با یکدیگر اتحاد داریم. چون وقتی در نور هستیم با تاریکی ارتباطی نداریم. پس با یکدیگر ارتباط داریم. چرا؟ خون عیسی پسر او ما را از همه گناهانمان پاک می‌کنه. اینجا نگو خون عیسی پسر او ما را از یک گناهمون پاک میکنن، میگه از همه گناهان ما رو پاک. اگر بگوییم، خوب دقت کنید، اگر بگوییم که بیگناه هستیم دروغ میگیم، خود را فریب میدیم. خیلی جمله جالبه، خود را فریب میدیم و از حقیقت دور هستیم. خب ببین آیه داره ما را روشن میکنه که میگه اگر در نوریم پس باید مثل مسیح در نور زندگی کنیم. چرا؟ چون با خون او ما پوشیده شدیم، گناهانمون پاک شده. بنابراین خدا وقتی به ما نگاه میکنه به خاطر کار انجام شده عیسی که ما بهش ایمان آوردیم گناهان ما پاک شده به ما نگاه میکنه. یعنی از یه لجنزاری خداوند اومد ما رو شست آورد بیرون که با خودش و مثل خودش بشیم. بله. نگاه بکنیم با آیه بعدی کلام خداوند. اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می‌فرماید اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم می‌توانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل می‌کند. او گناهان ما را می‌آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می‌سازد. ببینید میگه اگر به گناهان خود اعتراف کنیم. بعضی مواقع وقتی با طرف صحبت میکنیم به شخص مقابل میگه من چه گناهی کردم؟ چیکار کردم؟ من به همه خوبی کردم، من خمس و زکات دادم، من حج رفتم، من نماز روزه خوندم، من چه گناهی کردم؟ اما کلام خدا چی گفته؟ به ما گفته ما همه گناهکاریم، از جلال خدا محرومیم. آمین. آیه پیشی هم خوندیم اگر به گناهان خود اعتراف کنیم. پس اگر خدا گفته ما به گناهانمون اعتراف کنیم یعنی ما گناهکاریم. بله. پس اگر میگه ما به گناهان خود اعتراف کنیم میتونیم بهش اعتماد کنیم. آمین. چون خداوند فرموده من گناهان شما رو پاک میکنم. اون خدای دروغگویی نیست. اون خدایی نیست که یه صفحه کتابی که به ما بده یه چیزی نوشته باشه 10 صفحه بعدش یادش رفته باشه چی گفته یه چیز دیگه بگه، آیه عوض بشه. میگه زیرا او به حق عمل میکنه. آمین. عیسی مسیح حقیقته، راه، راستی و حقیقته و گناهان ما رو میامرزد. آمین. خب چند دفعه بگی خداوند تو کلامش وقتی ما به گناهان خود اعتراف کنیم گناهان ما رو میامرزد. البته منظور این نیست که شما بری جا کشیش پشت ویترین نشسته باش تو بری جلوی اون اعتراف کنی
یه پولی هم بدی، نه 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 نه، به خداوند بگی بابا ببخش منو، رابطه شخصی. بله. چه کار میکنه؟ ما رو از همه خطاهای ما پاک میسازه، نه بعضیاشو. بله. خداوند اون چیزی رو که ما میبینیم خیلی فراتر از ما میبینه، اون عمق قلب ها رو میبینه، ما ظواهر رو میبینیم. برای همینه که خیلی متظاهرین روحانی داریم که در تظاهر میگن ما خوبیم ولی در باطن کارهای حتی بدتر میکنن. ولی ما خداوندی داریم که میدونیم عمق قلب ها، مفصل ها، ذرات درون ما رو میفهمه که چیه و میخواد که ما رو از همه اونا تمیز کنه و لایق درگاه خودش کنه. آیه بعدی کلام خداوند نگاه میکنیم. اعمال رسولان فصل 2 آیه 36 و 37 میفرماید: پس ای جمعی قوم اسرائیل، یقین بدانید که خدا این عیسی را که شما مصلوب کردید خداوند و مسیح کرده است. وقتی آنها این را شنیدند دلهایشان جریحه دار شد و از پتروس و سایر رسولان پرسیدند: ای برادران، تکلیف ما چیست؟ جالبه، میگه یقین بدانید که خدا این عیسی که شما مصلوبش کردی خداوند و مسیح است. آمین. پدر، پسر، روح القدس. در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود. کلمه جسم پوشید، انسان شد، در میان ما ساکن شد، پر از جلال و شکوه. وقتی آنها این را شنیدند دلهایشان جریحه دار شد. ما دعا میکردیم اول جلسه که دلهای شما لمس بشه. آمین. و همونطور که اونا گفتن، از پتروس و سایر رسولان پرسیدن ای برادران تکلیف ما چیست؟ امشب هم شما بگید که تکلیف ما چیست؟ کلام خداوند واضح میگه به گناهان خودت اعتراف کن و ایمان بیار که عیسی مسیح یگانه پسر خدا جسم پوشید، انسان شد، به خاطر گناهان ما مصلوب شد، مرده شد. خوب دقت کنید روی کلمه‌ای که من با تاکید میگم، مرده شد و روز سوم از مردگان رستاخیز کرد. اکنون اونو با عنوان خداوند و نجات دهنده‌تون به قلبتون دعوت کنید. کلام خدا میگه این تکلیف شماست. یعنی اعتراف و توبه این رو به ما میرسونه که ما وقتی میایم پیش خداوند داریم باش دست میدیم که میخوایم با تو یکی بشیم، توبه میکنیم، اعتراف میکنیم و گذشته رو پشت سر میذاره اون و دیگه به یادش نمیاره. ولی این کسی که الان با اون داره یکی میشه، اونا رو باید کنار بذاریم. نگاه بکنیم با آیه بعدی کلام خداوند. اعمال رسولان فصل 2 آیه 38 و 39 میفرماید: پتروس به ایشان گفت توبه کنید و هر یک از شما برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید که روح القدس یعنی عطیه خدا را خواهید یافت. زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی است که دور هستند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. خب وقتی این را سوال کردن به پتروس مثلا چه کار کنیم؟ تکلیف ما چیست؟ امشب هم تو عزیز فارسی زبان، تاجیک، ایرانی، افغانی، در هر جایی که دنیا هستی میگی تکلیف ما چیست؟ پتروس اون موقع گفت الانم کلام خدا همین میگه توبه کنید و هر یک برای آمرزش گناهانتان. اینجا دنباله آیه مهمه توبه کردن. حالا برای کی؟ برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح توبه کنید و غسل تعمید بگیرید و روح القدس وعده خداوند، عطیه خداوند به شما داده خواهد شد. تازه میگه این وعده برای شما و فرزندان شماست. برای کسانی است که دور هستن از خدا. عزیزان امروز اگه تو به مسیح ایمان آوردی، اینه فقط برای خودت قایم نکن بگی من که خوبم بقیه به من چه. نور خداوند از طریق تو باید بازتاب باشه که اطرافیان تو با مسیح ملاقات کنن. من و تو اونا رو نجات نمیدیم. کار ما، وظیفه ما اینه که
یا شما که به مسیح توی خانواده ایمان آوردی به اطرافیانت نور خداوند رو بازتاب کنی و اونا وقتی که خداوند رو در تو ببینن میگن تکلیف ما چیست. و اینجا چطور ایمان بیارن اگر نشنون؟ کلام خداونده کاملا اینو به وضوح میگه چطور ایمان بیاورند اگر نشنوند. یعنی باید به زبان آورده شه و زبان ما از طریق روح القدسی که در ماه، از طریق این روح القدس خداوند از زبان ما صحبت میگه و اونها میشنوند و ایمان میارن. آیه بعدی کلام خداوند عبرانیان فصل 9 آیه 23 و 24 میفرماید پس اگر این چیزها را که نمونه‌هایی از حقایق آسمانی هستند باید به این طرز پاک شوند، مسلم است که واقعیت آسمانی احتیاج به قربانی‌های بهتری دارند، زیرا مسیح به آن عبادتگاهی که ساخته دست‌های انسان و فقط نشانه‌ای از آن عبادتگاه واقعی باشد وارد نشده است، بلکه او به خود آسمان وارد شد تا در حال حاضر از جانب ما در پیشگاه خدا حضور داشته باشد. خب این آیه کلام خدا باز از جای دیگه در عبرانیان به ما آموزش داره میده. اون چیزایی که مردم فکر میکردن در عهد قدیم دارن قربانی میدن، به خاطر اینکه خدا میخواست به ما نشون بده که چقدر سخته که باید خون ریخته بشه تا گناهان ما بخشیده بشه. و اون سمبولی بود، داشت نمونه میداد خداوند تا در زمان مناسب عیسی مسیح رو بفرسته که اون بالای صلیب به خاطر گناهان ما مصلوب بشه و قربانی نهایی بشه. آمین. قربانی نهایی برای همیشه. زیرا مسیح به آن عبادتگاهی که ساخته دست انسان هاست وارد نشد، بلکه اون به خود آسمان وارد شد. آمین. تا در حال حاضر چه کار بکنه؟ از جانب ما در پیشگاه خدا حضور داشته باشه و برای من و تو شفاعت کنه. امروز برای من و تو که ایمان داریم شفاعت میکنه، برکت میطلبه و برای کسانی که ایمان نیاوردن شفاعت میکنه که به اون ایمان بیارن. چون خدا مایل است که همه ایمان آورن نجات پیدا کنن. آیا همه ایمان میارن؟ نه. برای بعضیا اینقدر سخت دل میشن، مثل فرعون زمانی که خدا موسی فرستاد رفتش گفت بابا این کارو بکن، قوم آزاد کن، نکرد. معجزه دیگه نکرد. اینقدر سخت میشه دل که دیگه فایده نداره. دیگه اون موقع است که خدا میگه خب من در کشتی رو میبندم. نگاه بکنیم با آیه بعدی. خداوند حق انتخاب به ما داده. حتی در مکاشفه میگه دم در قلب تو ایستاده و میزنم، اگر تو در رو وا کنی من وارد میشم. پس حقایق به شکل‌های مختلف به ما گفته میشه، ولی با زور و اجبار نیست، بلکه اختیار داریم که این انتخاب رو بکنیم. عبرانیان فصل 9 آیه 25 و 26 میفرماید کاهن اعظم در هر سال به مقدس ترین مکان وارد می شود و خون تقدیم می کند، ولی نه خون خودش را، اما عیسی برای تقدیم خود به عنوان قربانی فقط یک بار به آنجا وارد شد. اگر چنان می شد او می بایست از زمان خلقت عالم تا به امروز بارها متحمل مرگ شده باشد، ولی چنین نشد، زیرا او فقط یک بار و آن هم برای همیشه در زمان آخر ظاهر شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی گناه را از بین ببرد. خب کاهن اعظم کارش این بود که سالی یه بار بره به قدس الاقداس و اونجا خون ببره و ارائه بکنه، و اما مسیح یک بار برای همیشه. و الا اون نیومد امسال بگه خب الان موقع قربانی شدنه بذار من
برم قربانی بدم، دوباره سال دیگه همین موقع، دوباره سال دیگه هم نه، یک بار برای همیشه. چون خداوند بود، اون آمده بود که بالای صلیب مصلوب بشه، بمیره و روز سوم از مردگان زنده بشه و به ما این امتیاز رو بده که با ایمان به او ما نیز از گناهانمون پاک بشیم. آیه بعدی کلام خداوند عبرانیان فصل 9 آیه 27 و 28 می‌فرماید همانطور که همه باید یک بار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند، مسیح نیز یک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم که ظاهر شود برای کفاره گناهان نخواهد بود، بلکه برای نجات آنانی که چشم به راه او هستند می آید. یک بار کلام خدا میگه همانطور که همه باید یک بار بمیرن. ما تو این جهان مادام عمر زندگی نمی‌کنیم. نه. بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار میگیرن. هر کسی برای داوری در حضور خدا قرار میگیره. مسیح نیز یک بار قربانی شد، خب تا بار گناهان آدمیان را بر دوش خود بگیره. وقتی مسیح بالای صلیب بود، کلام خدا میگه ساعتها خدای پدر از او روی گردانید. چرا؟ چون بار گناهان من و تو سنگینه، بر دوش عیسی مسیح قرار گرفته که ما رو ببخشه. اما بار دوم که مسیح ظاهر شود، چون یه بار اومد این عمل انجام شد، ایمان آوردیم، حالا میگه بار دوم که ظاهر شود برای کفاره گناهان نخواهد آمد، بلکه برای نجات آنانی که چشم به راه او هستند. یعنی اول برای ایماندارانی که چشم به راه او هستند، برای کسانی که مثل هاک و سپیان قربانی شدن، شهید شدن، به خاطر ظلم و ستم جانشون از دست دادن، خدا میاد تا اونها رو در واقع با خودش ببره برای آسمان. آیه بعدی کلام خداوند متی فصل 8 آیه 14 و 15 می‌فرماید وقتی عیسی به خانه پتروس رفت، مادر زن پتروس را دید که در بستر خوابیده است و تب دارد. عیسی دست او را لمس کرد، تب او قطع شد و برخاسته به پذیرایی عیسی پرداخت. عیسی به خانه پتروس رفت. خب مادر زن پتروس هم اونجا بود، در بستر بود، مریض بود، تب داشت. عیسی چه کار کرد؟ نگفت حالا یه آسپرین بیام بهش بدین، حالا ببینیم تا فردا پاشویش کنیم چی بشه. نه، عیسی دست او رو لمس کرد. ما گفتیم آیاتی از کلام خدا رو میخوایم بخونیم که خداوند چگونه ما رو لمس میکنه. خداوند ازش سپاسگزار باشیم، دست اون رو لمس کرد، تب او قطع شد. اگه زیاد میخوایم معجزات عیسی مسیح ببینید، انجیل مرقس رو بخونید. هر آیه که اونجا میبینی شفا دهنده است. امروز هم همون خداوند عزیزان، اما بالاترین شفای نجات ماست. ممکنه جسم ما رو الان مریض باشیم، از خدا بخوایم شفا بده، شفا هم میده، بعد بالاخره برای ابد توی دنیا نیستیم. چه نیکوست که به او ایمان بیاری که روح ما رو نجات بده، که برای ابد در حضور اون خواهیم بود. نگاه بکنیم با آیه بعدی کلام خداوند. انجیل مرقس فصل 5 آیه 35 و 36 می‌فرماید هنوز صحبت عیسی تمام نشده بود که قاصدانی از خانه سرپرست کنیسه آمدند و گفتند دخترت مرده است، دیگر چرا استاد را زحمت می‌دهی؟ اما عیسی به سخنان آنها توجهی نکرد و به سرپرست کنیسه فرمود نترس، فقط ایمان داشته باش. خب داره کلام خدا میگه سرپرست کنیسه چی بوده؟ دخترش مریضه و میرن که به عیسی خبر بدن که دعا بکن، بیا ببینش. میگه همین موقع میان میگن چرا این کار میکنی؟ چون دخترت مرده. اما عیسی به سخنان اونا توجهی نمیکنه. وقتی گفتن عیسی بیا،
و به سرپرست کنیسه فرمود نترس. عزیزان 366 مرتبه کلام خدا میگه نترس. فقط ایمان داشته باش. آمین. ایمان به چیزهای ندیده. سرپرست کنیسه رو عیسی مسیح داره میگه بهت گفتن دخترت مرده، من از تو دورم، ولی ایمان داشته باش که اون نمرده. من قادرم که اون چون خداوند کنم. آمین آمین. آیه بعدی کلام خداوند مرقس، انجیل مرقس فصل 5 آیه 37 و 38 می‌فرماید و به کسی جز پتروس و یعقوب و برادرش یوحنا اجازه نداد که به دنبال او برود. وقتی آنان به خانه سرپرست کنیسه رسیدند، جمعیت آشفته ای را دیدند که با صدای بلند گریه و شیون می‌کردند. جالب، عیسی مسیح چند تا شاگرد داشت؟ 12 تا که یکیش بعداً خائن در آمد اما میگه جز پتروس و یعقوب و یوحنا رو کسی دیگه با خودش نبرد. بعضی موقع ما میخوایم بریم برای یکی دعا بکنیم، یا کشیش کلیسا میخواد بره دعا بکنه، یه خادم خدا میخواد دعا کنه، یه دفعه جمعی با هم میخوام برن. بعضی موقع اون جمع جز در اونجا آشوب چیزی رو دریافت نخواهد کرد، ولی خداوند اون کسانی که میدونه الان به حرف اون گوش میدن با خودش این 3 نفر رو برده. وقتی به سرپرست کنیسه خونش رسیدن، دیدن جمعیت آشفتن، دارن سر و کلهشون میزنن. چرا؟ میگن که حتما این دختر مرده دیگه. آیه بعدی کلام خداوند انجیل مرقس فصل 5 آیه 39 و 40 می‌فرماید عیسی وارد منزل شد و به آنها فرمود چرا شلوغ کرده اید؟ برای چه گریه می‌کنید؟ دختر نمرده است بلکه در خواب است. اما آنها به او خندیدند. عیسی همه را از خانه بیرون کرد و پدر مادر و 3 شاگرد خود را به جایی که دختر بود برد. خب بالاخره عیسی مسیح اومد، رفته دید اینا گریه میکنن، سینه میزنن، نوحه میخونن، دابد نه. میگه برای چی گریه میکنی؟ دختر نمرده است بلکه در خواب است. در چند جای کلام خداوند میگه وقتی کسی مرده بود عیسی مسیح گفت اون نمرده، در خواب. یا تو میاد برای الازر هم همین سخن. بله. اما اونا بهشون اونا به عیسی خندیدن. چی میگی بابا؟ عیسی گفت خیلی خوب، همه تون بریم بیرون. پدر و مادر و 3 تا شاگردی که گفتیم با خودش برده بود، حالا رفتن به دختر. آیه بعدی کلام خداوند انجیل مرقس فصل 5 آیه 41 و 42 می‌فرماید و دست دختر را گرفت و فرمود تلیتا قومی، یعنی ای دختر به تو میگویم برخیز. فوراً آن دختر برخاست و مشغول راه رفتن شد. او 12 ساله بود. آنها از این کار مات و مبهوت ماندند. لمس خداوند که باشه هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. مادرزن پتروس تب داشت، دستش گرفتن شفا پیدا کرد. نه؟ اینجا دست دختر رو گرفت، دوباره لمس کرد خدا. چقدر زیباست که ما باید از لمس خداوند سپاسگزار باشیم. آمین. و بهش گفت ای دختر به تو میگویم برخیز. الانم به تویی که فکر میکنی که نیکوکاری، فکر میکنی که خدا رو میشناسی، تا وقتی به عیسی مسیح ما نیاورده باشی کلام خدا میگه مثل مرده میمونی. و عیسی مسیح به تو هم میگه برخیز. تو این لحظه برخیز. امروز نزدیک ایام کریسمسه، ایامی است که میگه مسیح به این جهان متولد شد در جسم. چقدر زیباست که تو در این لحظات شیرین به پادشاهی اون ایمان بیاری، وارد پادشاهی خدا بشی، به اون ایمان بیاری. و همطوری که به دختر گفت برخیز، مشغول راه رفتن شد، به تو هم بگه برخیز، الان شاگرد منی دیگه، تو حیات ابدی خواهی داشت. آمین آمین.
آنها از این کار مات و مبهوت شدن. معلومه چون اونا با دید انسانی نگاه میکنن، عیسی خداونده، اون لمس کرد و شفا پیدا کرد. امروز هم امشب هم هر موقعی که داری برنامه رو میبینی، از خداوند بخواد که قلب تو رو لمس کنه. آمین. و دست شفا دهنده اون روی تو باشه. ابتدا روح تو رو و سپس جسم تو رو شفا بده. یعنی چیزایی که با لاجیک و علم این دنیا نیست عیسی انجام داد، منطق دنیایی نیست، خداوند اومد انجام داد. در واقع خدای پدر توسط خدای پسر که عیسی مسیح یک نمایش بزرگ رو روی زمین اجرا کرد تا نشون بده که چه قدرتی داره. طوفان رو ساکت کرد، کور رو بینا کرد، شر رو خرامان کرد. یعنی این تثلیث یکی هن، ولی به شکل‌های مختلف ظاهر میشن تا ایمان ما رو مدد کنن تا بدونیم که خدا قادر مطلقه. آیه بعدی کلام خداوند انجیل لوقا فصل 5 آیه 17 و 18 می‌فرماید روزی عیسی مشغول تعلیم بود و پیروان فرقه فریسی و آموزگاران شریعت که از تمام روستاهای جلیل و از یهودیه و اورشلیم آمده بودند در اطراف او نشسته بودند و او با قدرت خداوند بیماران را شفا می‌داد. در این هنگام چند مرد دیده شدند که مفلوجی را روی تختی می آورند. آنها سعی می کردند او را به داخل بیاورند و در برابر عیسی به زمین بگذارند. روزی عیسی مشغول تعلیم بود. یادتون میاد که میرفت حتی تو کنیسه ها کلام خدا رو که کلام خودش بود تعلیم میداد. از سن جوانیش، بچگیش حتی این کار رو میکرد. و پیروان فرقه فریسی از یهودیان و آموزگاران شریعت از تمام روستاهای جلیل و یهودیه و اورشلیم اومده بودن، جمع بودن، در اطراف اون نشسته بودن. ولی چه کار میکرد مسیح؟ با قدرت خداوند بیماران را شفا میداد. آمین. جسم عیسی مسیح پس با قدرت خدای پدر، با قدرت خداوند بیماران را شفا میداد. امروز همون خداونده. در این هنگام چند مرد دیده شد که مفلوجی روی تختی گذاشته. اینا دوستی داشتن که دوستشون فلج بود. ولی دور عیسی جمعیت زیاده، فکر نمی‌کنن که صبر کن تا عیسی برسه به این. اینا بلند میکنن رو دوش میگیرن، میرن سقف اونجا رو که با سفال پوشیده شده یا هرچی برمیدارن تا عیسی رو پیش پای مسیح بذارن. چون امشب تو میخوای در پیش پای مسیح بری و از او بخوای که شفای جسم و روحت باشه. ببین دوستان اون چیکار کردن. ای دوست ایماندار، امروز تو برای دوستت که مریضه و بیماره، هم روحن هم جسمن، اونو به پای عیسی مسیح بذار تا شفای جسم و روح دریافت کنی. نگاه بکنیم با آیه بعدی کلام خداوند. انجیل لوقا فصل 5 آیه 19 و 20 می‌فرماید اما به علت کثرت جمعیت نتوانستند راهی پیدا کنند که او را به داخل آورند، بنابراین به بام رفتند و او را با دوشک از میان سفالهای سقف پایین گذاشتند و در وسط جمعیت در برابر عیسی قرار دادند. عیسی وقتی ایمان آنها را دید فرمود ای دوست، گناهان تو بخشیده شده است. خب همونطور که گفتیم اینا رفتن سقف رو باز کردن، این بیمار رو گذاشتن جلوی پای مسیح. وقتی این کار کردن عیسی ایمان آنها را دید. آمین. ایمان، امشب ایمان داری؟ ایمان آنها را دید فرمود ای دوست، گناهان تو بخشیده شده. اول بهش نگو پرخیز پاش، اول بهش گفت گناهانت بخشیده شده. آمین. چون گناهانت بخشیده شد حالا جسمت هم شفا میده. هاللویا، شکر خداوند. نگاه بکنیم با آیه بعدی. آمین. لوقا فصل 5 آیه 21 و 22 میفرماید علما و فریسیان به یکدیگر میگفتند ایت کیست که حرفهای کفرآمیز میزند؟ چه کسی جز خدا میتواند گناهان را ببخشد؟ اما عیسی افکار آنها را درک کرد و در جواب فرمود چرا چنین افکاری را در ذهن خود میپرورانید؟ جالبه که عیسی مسیح هم موقع میتونست بگه بلند شو،
بله. ولی چرا گفت گناهانت آمرزیده شد؟ چون اون فریسیان، اون ملایان یهود، اون کسانی اون طرف بودن ناراحت شدن. بابا این دیگه کیه؟ مگه این خداست که میتونه گناهانو بیامرزه؟ بابا چجوری به تو بگه من و پدر یک هستیم؟ حتی تو عهد قدیم میبینی شما رو خدای پدر میخونید، پس چجوری باور ندارید که اون خدای پسره؟ نگاه بکنیم با آیه بعدی کلام خداوند. لوقا فصل 5 آیه 23 و 24 میفرماید آیا گفتن این که گناهان تو بخشیده شد آسان تر است یا گفتن این که بلند شو و راه برو؟ اما برای اینکه بدانید پسر انسان در روی زمین قدرت و اختیار آمرزیدن گناهان را دارد، به آن مرد مفلوج گفت به تو میگویم بلند شو، تشک خود را بردار و به خانه برو. خب مسیح خیلی جالب پاسخ میده، باشون جنگ و دعوا نداره ولی با کلامش اونا رو میکوبه. میگه به نظر شما آیا من بهش بگم گناهانت آمرزیده شد آسان تره یا بهت بگم بلند شو راه برو؟ اما میخواد بگه خدا پسر انسان رو قدرت داد تا در روی زمین قدرت و اختیار داره تا گناهان رو ببخشه، چیزی که اونها آتش گرفتن. تو کسی که گناهان میبخشید. حالا بهش گفت پس دوشن که خود را بردار و برو خونت. آمین. امشب عیسی میگه شفاعت پیدا کردی، بلند شو، نه تنها میره خونت بلکه وارد پادشاهی ابدی من میشی. آمین. خانه خداوند، وارد خانواده خداوند میشی. آمین. آیه بعدی کلام خداوند لوقا فصل 5 آیه 25 و 26 میفرماید او فوراً پیش چشم آنان روی پاهای خود برخاست، تشکی را که روی آن خوابیده بود برداشت و خدا را حمد گویان به خانه رفت. همه غرق در حیرت شدند و خدا را حمد کردند و با ترس میگفتند امروز چیزهای عجیبی دیدیم. فوراً اون مرد پیش چشمان این جمعیت بلند شد و خدا رو حمد کنان گفت و رفت. آمین. همه غرق در حیرت شدن. امشب تو اگه به مسیح عیسی ایمان بیاری اولین کسی که تعجب میکنه خانواده‌ت. واو چی شد؟ چه تغییری تو پیدا کردی؟ چرا اینجوری شدی؟ ولی اون بلند شد و گفت خدا رو حمد کرد، ستایش کرد و با ترس میگفت امروز چیزهای عجیبی. همه در غیرت موندن و خدا رو حمد کردن و با ترس گفتن امروز چیزهای عجیبی دیدیم. چرا؟ چون یک مرد بهش گفتن گناهانت بخشیده شد، بعد بهش گفتن پاشو راه برو، بلند شو رفت. یعنی کاری مافوق منطق انسانی خداوند کرد، خیلی بالاتر از اونی که اینها میتونستن با منطق انسانی تصورشو بکنن. خداوند ما خدای معجزاته، بالاتر از فکرهای ماست. من یادم بچه که بودم گاهی پدر مامان میبره پیش دکتر مثلا آشنا، بالا دفترش نوشته بود دکتر گوش و حلق و بینی و غیره. بابا غیرش چیه؟ یعنی تو هر چیزی رو نه ولی میخواست خودشو بالا ببره. اما عیسی مسیح واقعا خدای همه غیر دردهای غیر هست، بالاتر از طبیعت، چون همه چیز در دست اونه. بالاتر از طبیعت. نگاه کنیم با آیه بعدی کلام خداوند. متی فصل 17 آیه 1 و 2 میفرماید بعد از 6 روز عیسی پتروس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب را برداشته به بالای کوهی بلند برد تا در آنجا تنها باشند. در حضور آنها هیئت او تغییر کرد، چهرهش مانند آفتاب درخشید و لباسش مثل نور سفید گشت. خب دوباره میبینیم عیسی این سه شاگردش که پتروس و یعقوب و برادرش یوحنا هستن، اینا رو برداشته برد بالای کوه تا در اونجا تنها باشن، چون خداوند میخواست چیزی رو بینا نشون بده. در حضور آنها هیئت او، چهره او تغییر کرد. لمس خداوند میخوایم ببینیم دوباره. چهرهش مانند آفتاب درخشید و لباسش مثل نور سفید گشت. اینا که اونجا بودن این سه شاگرد گفتن واو،
حالا نگاه بکنیم به آیه بعدی. انجیل متی فصل 17 آیه 3 و 4 می‌فرماید در همین موقع شاگردان موسی و الیاس را دیدند که با عیسی گفتگو می‌کردند. آنگاه پتروس به عیسی گفت خداوندا چه خوب است که ما اینجا هستیم. اگر بخواهی من 3 سایبان در اینجا می‌سازم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. جالبه که انسان افکارش هنوز با خداوند یکی نشده که تمامی اونو دریافت کنه. میگه شاگردان موسی و الیاس هم دیدن که داره با مسیح صحبت میکنن. حالا پتروس میگه چقدر خوب ما اینجاییم چون من بیام خونه بسازم. آره اون 3 سایبان بسازم که یکی تو باشی، یکی موسی، یکی هم الیاس. آمین. افکار انسان رو میبینی. حالا نگاه کنی با آیه بعدی. انجیل متی فصل 17 آیه 5 و 6 می‌فرماید هنوز سخن او تمام نشده بود که ابری درخشان بر آن سایه افکند و از آن ابر صدایی شنیده شد که میگفت این است پسر عزیز من که از او خوشنودم، به او گوش دهید. وقتی شاگردان این صدا را شنیدند بسیار ترسیدند و با صورت به خاک افتادند. پس اینجا وقتی پتروس حرف رو زد میگه ابری درخشان بر آن سایه افکند، اون جایی که بود، و از آن ابر چی شد؟ صدایی شنیده شد که میگفت این است پسر عزیز من. عزیزان نگیر عیسی پسر خدا نیست. نگاه کنید این است پسر عزیز من که از او خوشنودم. به او گوش دهید. ایرانی عزیز، افغانی عزیز، تاجیک عزیز، هر جای جهان که هستی، میگه این پسر عزیز منه. به او گوش دهید. اون چی میگه؟ میگه من اومدم برای نجات شما. وقتی شاگردان این را شنیدن بسیار ترسیدن. هنوز افکار انسانی اونجاست. جلال خدا رو دیدن، حضور پر جلال رو دیدن، ترسیدن ولی به خاک افتادن چون دیدن واو صدای خدا رو شنیدن. در مقابل کسی که قادر مطلقه خودشون رو اینقدر زبون و کوچک دیدن که افتادن روی خاک که ما از خاکیم و به خاک برمیگردیم، ولی تویی که قادر مطلق هستی. نگاه بکنیم با آیه بعدی کلام خداوند. متی فصل 17 آیه 7 و 8 می‌فرماید آنگاه عیسی نزد آنان آمده و بر آنان دست گذاشته گفت برخیزید، دیگر نترسید. وقتی شاگردان چشمان خود را باز کردند جز عیسی کسی دیگر را ندیدند. لمس خداوند دوباره اینجا می‌بینید. عیسی مسیح اومد نزدشون، چی گفت؟ بهشون گفت، دست گذاشت روشون، گفت بلند شید نترسید. ببینید چقدر کلام خدا میگه نترسید. وقتی شاگردان چشمان خودشون رو باز کردن دیگه اون موسی و الیاس و اینا ندیدن، بلکه عیسی رو تنها دیدن. آمین. عزیزان امشب کلام خدا رو شنیدید. بهانه‌ای نداری بگی که من نمیدونستم عیسی کیه. امشب عیسی در قلب تو داره در میزنه، میگه اگه در رو باز کنی من با تو مشارکت میکنم. نمیگه شمشیر دودم گرفتم دستم الان میزنمت که با یه طرف پارت کنم، وقتی شمشیرم میاد بیرون اون طرفش تو رو پاره کنم. میگه اگر تو در رو باز کنی. این خدای پر محبت. اگر کلام خدا رو شنیدید و میخوای قلب تو عیسی مسیح بدی، میتونیم با هم دیگه چنین دعا بکنیم. ای پدر ما که در آسمانی، ایمان دارم که گناهکارم، با کارهای خودم هرگز به تو نخواهم رسید. آیات کلام تو به من نشون داد لمس تو عجیبه. تنها تو میتونی بر من دست بذاری. منم اعتراف میکنم که گناهکارم، گناهان منو ببخشی. ایمان دارم که تو به خاطر گناهان من به این جهان اومدی، جسم پوشیدی، بالای صلیب جان خودت رو دادی، مرده شدی، ولی روز سوم از مردگان
رستاخیز کردی. قبلا خودت تو کلامت گفته بودی این معبد رو خراب کنید 3 روزه آن را بنا میکنم. امشب من ایمان دارم و میخوام تو را به قلبم دعوت کنم به عنوان تنها خداوند و نجات دهندم. گناهان مرا بیامرز، مرا از روحت سیراب کن که شاگرد واقعی تو باشم. به نام پرجلال عیسی مسیح خداوند، آمین. آمین. عزیزان اگر این گونه دعا کردید خواهش میکنم با تلفن‌های پایین صفحه، شماره تلفن‌های پایین صفحه یا ایمیل mark@hayatabadi.org با ما تماس بگیرید تا ما نیز در شادی نجات شما سهیم باشیم و همچنین شما عزیزان رو در دعاهای خودمون داشته باشیم. تا برنامه بعدی شما رو به دستان پرتوان عیسی مسیح خداوند زنده میسپارم. فیض خداوند، محبت خدا و رفاقت روح القدس با همه شما عزیزان باد. آمین.